از طرف آمر مافوق امر مروی داده میشه. وقتی که امر مروی داده میشه اون برش وارد امر مروی که داده میشه، امر مروی بر ما شما تمام مسائل عملیات تشریح میکنه. در او چند فاکتوری که در نظر گرفته میشه، فاکتور وضعیت است، فاکتور وظیفه است، فاکتور اجراعات است، فاکتور لوجستیک و خدمات مروی است و خواننده و اشاره است. در ارتباط با وضعیت، وضعیت اولش میگه وضعیت دشمن. وضعیت دشمن، تشکیلات دشمن، با چه تعداد دشمن داخل از این ساحه است. چون این از مردم محل رفت دلگای مشرش داخل سایه عملیات اگر نشد، نزدیک به سایه عملیات کار کرد مردم اهالی یک معلومات های به اصطلاح احتمالی که گرفت یا تخمینی که گرفت به این قدر تعداد دشمن، تجهیزات دشمن چی است، سلاح دشمن چی رقم سلاح را استفاده میکنه، فعالیت دشمن کدام فعالیت ها را میکنه، فعالیت های کمین داره، فعالیت های منشانی داره، از کدام فعالیت ها زیادتر استفاده میکنه، نقاطی که دشمن زیادتر در اوجه گشت و گذار میکنه، راههایی که دشمن از اوجه استفاده میکنه. این چی شدی در عملیات در وضعیت دشمن آمد، تشکیلاتش، تجهیزاتش، نوع فعالیتش، اینوی مسائل. اما هر معلومات دیگه هم که ما در مورد چی داریم؟ در مورد دشمن. باز در وضعیت دشمن که ما خلاص کردیم، میریم در وضعیت اراضی. این اراضی که ما داخل از میشیم این چی رقم یک اراضی تپه‌زار است، اراضی دشت است، اراضی جنگل است که هر اراضی ما را به این حاضر میسازه که ما چه رقم وقتی اگر در اراضی جنگل شیم چی چیزها را با خود داشته باشیم، اگر در اراضی دشت باشیم چی چیزها را با خود داشته باشیم، اگر در اراضی تپه‌زار باشه چی چیزها را داشته باشیم، ما را عیار میسازه. رسیدیم. بعد از اراضی اهالی ملکی که بسیار رول کلیدی و عمده که در عملیات ها برای ما شما داره، چی داره؟ مردم محل داره. همین اهالی ملکی عامل موفقیت ما شما اگر کمک اهالی ملکی باشه، سبب موفقیت ما اگر کمک همکاری شما داشته باشه میشه. در اهالی ملکی چه رقم برای ما تشریح وضعیت میکنیم؟ کی اهالی ملکی تا چی حد طرفدار ما هستن، تا چی حد طرفدار قوت‌های دشمن احتمالاً هستن، تا چی حد تا چی حد از فعالیت‌های دشمن یا با آگاهی برای ما دادیم. تمام این گپا رو ما در چیز در وضعیت در قسمت اهالی ملکی تشریح می‌کنیم. تا اینجا رسیدیم. اراضی هم شد، اهالی ملکی هم شد، وضعیت دشمن هم شد. وضعیت دوست خود ما میریم با چی تشکیل میریم؟ آیا همراه طوله ما طوله دیگه هم هست که در این عملیات شامل است؟ اگر او طوله است، او در کدام استقامت عملیات با ما می باشد؟ باز در خود ما به شکل دلگیوار و بلوکوار ما چه رقم حرکت ما میشه؟ کدام دلگی، کدام بلوک در کدام موقعیت ها را جابجا میگیره وقتی که ما شامل در وضعیت دوست تشریح میکنیم؟ این به این معنی است که اگر ما داخل سایه عملیات میشیم، یک دلگی ما فرض میکنیم در این نقطه خود جابجا کرد، یک دلگی دیگه ما باید در این نقطه خود جابجا بکنه، ولی این دلگی از این دلگی آگاهی داشته باشه، این دلگی از این دلگی آگاهی داشته باشه. به خاطر از این که اگر درگیری و آتش میشه، انداخت سلاح از این دلگی تهدید نکنه و انداخت سلاح این دلگی تهدید نکنه. همین رقم به شکل بلوکوار هم اگر میشه، اگر به شکل طوله‌وار هم میشه، هر طوله و هر بلوک و هر دلگی از موقعیت‌های یکی دیگه خود چی باشن؟ باخبر باشن. باخبر باشن که کی در کجا در کدام موقعیت می باشن. فریکانس های مخابرایی که شامل عملیات می باشن، اگر طوله دیگه است در کدام فریکانس می باشن، نام شفرشان چیست؟ به طور مثال طوله دیگه ما نام شفرشان چیست؟ شمشاد. ما باید شمشاد هم داشته باشیم، نمبر فریکانسی مخابرهشان هم داشته باشیم که ما در عملیات می باشن. در سر ساعت و نیم ساعت ما با او در چی داشته باشیم؟ در ارتباط باشیم. اگر حمایت ضرورت داشتن، اگر ما به حمایت ضرورت داشتیم، یک هماهنگی باشه. احتمالاً اگر قوت‌های امنیتی دیگه ما مثل پلیس ملی، پلیس نظم عامه، امنیت ملی هم که ما این اومدیم در سر اجرات. در این اجرات ما مسئولی عملیات هم.
همین منطقه را که ما عملیات میکنیم با چی مفکوره با کدام هدف ما عملیات را اجرا میکنیم. اهداف مختلف است. به طور مثال در این منطقه یا در این قضیه دشمن زیادتر داخل شده، فعالیت های زیاد شده است، مین و منشانی زیاد شده است، مردم محل زیادتر تهدید میکنن. یکی از مفکورهای ماست که ما میریم دشمن هم ضربه میزنیم، سایر هم از پیشش چی میکنیم؟ پاک میکنیم. از مینش، از فعالیتش، از جلب و جذبش، از تهدیدش. رسیدیم؟ دیگه مفکوری عملیات مایی است که ما میریم داخل ساحه میشیم برای جلب و جذب مردم. جوانایش جلب و جذب میکنیم با قوای امنیتی ما، با یکی از قوای امنیتی ما، یا به اردو یا به پلیس یا به نظم عامه یا به امنیت میدیم، یا میریم برای مردم برای اعمار و بازسازیشان مکتبی در نظر است، کلینیکی در نظر است، یا مردم را تشویق میکنیم به علاقمندی به مکتب، به مدرسه، به بازسازی و امثال. ایچی بود این مفکوری عملیات. در تأمینات خدمات ماروی و لوجستیک که در او همین مسائل حل بسر در بر میگیره و مسائل آب و یا شو و چیزایی را باید لوجستیک ما با خود داشته باشه که اونمو تیم ریزر بازو را میرساندش در سایه عملیات و در سایه ماروی. تیم چی میرساندش؟ تیم ریزر میرساند. گفتم در جریان عملیات ما شهید و زخمی داشته باشیم، گروه ریزر پس گروه تقدیم میکنن. اگر گروه جریان عملیات مانور یا حمایاتشون درگیر میشه با دشمن، از توانشان بالا میباشه، ما از گروه ریزرو خود استفاده میکنیم. و اگر در جریان عملیات مهمات ضرورت میشه، آشا ضرورت میشه، کدام گروه ها را حمایت میکنن؟ ریزرو. در اشارات و کماندان که فاکتور آخری امر ماروی است، خود کماندان اگر کماندان دوله میباشه، اگر کماندان بلوک میباشه، اگر دلگای میشرا میباشه، یا موقعیت‌هاش تعیین. مثلا احسان الله در کدام موقعیت میباشه، نثار احمد در این عملیات در کدام موقعیت میباشه، خود کماندان بلوک در کجا میباشه، کماندان دوله در کجا میباشه، موقعیت‌هاشون معلوم میباشه. که من خودم در این محور عملیات هستم، فلانی در این محور عملیات است، فلان دلگای میشرا بلوک میشرا ما در فلان محور عملیات است. موقعیت‌های هر کس معلوم میباشه. شفرهای مخابراتی، نام شفرهای مخابراتی هم کس مشخص میشه در این عملیات. فرکانسی که ما فرکانسی اصلی عملیات انتخابش میکنیم، فرکانسی فرعی انتخاب میکنیم، این تمامش در این کننده و اشارات مخابره چی میشه؟ تشریح میشه. در صورت قطع رابطه مخابره معارضه‌دار میشن، چارجش خلاص میشن، آنتنش از بین میره، ما چی بکنیم؟ ما باز اشاراتی داریم که گرچه نمون فشنگار ما فکر کنم نداریم، فشنگاری از هر رنگ از ور یک خواصی نداره، ولی ما بیش از این که شامل داخل عملیات میشیم میگیم که اگر فلان دلگای ارتباط مخابرویش قطع میشه، باید اینی طور یک عکس العمل برای ما نشان بده، و هم در صورت حالت نرمالش. اگر کدام گپ دیگه میشه، باز اینی عکس العمل دیگه را برای ما نشان بده. به شکل مثال خیرای شکلی است. یک فیر به این مانا که سر ساعت و نیم ساعت یک فیر به استقامت ما کرد، ما میگوییم که ارتباط دارن و ارتباطشان قطع است ولی گپی نیست. اگر دو فیر شد ارتباطشان هم قطع است، کدام گپی هم است. اگر سه فیر شد به این مانا که هم ارتباطشان قطع است، هم جنگ و درگیری است، هم کدام تلفات و ضایعات هم دارد. رسیدی به مطلب؟ این در اشارات، در فاکتور اشارات اینی موضوعات کنش تشریح میشه. تخلیه اسیر است که ما مثلا اگر اسیر میگیریم در جریان جنگ چی برخوردی با اسیرها شود، این باید در خود امر ماروی تشریح میشه. اسیرها به کدام ارگان انتقال داده میشن، در خود جریان ماروی یا در کدام جای باید پیش کدام دلگاه یا پیش کدام بلوک یا در کدام موقعیت یا نگهداری شد. اکثرا همین تیم ریزرو ما وظیفه همیشه داره که انتقال اسیر و زخمی و همه مربوط به تا اینجا خوب رسیدیم. این دلگاه کشف ما قسمی و سایه مورد علاقه و عملیات را نزدیک میکنه که کسی از عملیاتی که ما داریم آگاه نشه، نه ملکی نه دشمن. که اگر باز از وقت عملیات ما یا از پلان عملیات ما دشمن آگاه شد، بازوش او بر ما تدابیر خودم میگیره و عملیاتی که ما داشته باشیم و مقصدی که داشته باشیم شاید ما پورا به مفکوری عملیات ما نرسیم، شاید دشمن بر ما مانع و تهدید ایجاد میکنه. رسیدی به من؟
زمانی که جلگه ما یا بلوک ما پیش از عملیات میره اراضی رو بر ما مطالعه میکنه، مردم محل بر ما مطالعه میکنه، راههای عبور و مرور دشمن هم مطالعه میکنه، فعالیت های دشمن هم مطالعه میکنه. این برای ما کار ما گزارشات از این زمینی امر ما رو به یوتیوب میکنیم و خود ما عیار میکنیم که اگر دشمن به این تعداد است ما باید، چون دشمن دارت مدافع است، ما دارت تعرض یک برسی به این معنی اگر یک نفر دشمن است ما باید در مقابل 3 نفر از قوای خود داشته باشیم، چون ما حالت تعرض هستیم. هم از نقطه نظر تشکیلات خود عیار میکنیم، هم از نقطه نظر تجهیزات. دشمن چی نوع سلاح داره که ما هم در مقابلش همونطور یک سلاح قوی‌تر از او با خود داشته باشیم. دشمن با اراضی در اراضی چی نوع فعالیت های خود کرده است. اگر مین و مین‌گذاری است ما کدام راه را پیدا بکنیم خطر مین نباشه. مینای از این چی نوع مین است؟ مینای فشاری است، مینای لیمیت کنترل است، مینای استقامتی است، انواع مینای که رسیده تا اینجا. بعد از این خوب مطالعه و عاملای اراضی را برای ما رسید، ما خود عیار ساختیم. بعد از این باز میریم در وضعیت دشمن، وضعیت اهالی ملکی، وضعیت اراضی، وضعیت آب و هوا. آب و هوا هم یک تهدید است برای ما خود با مو آب و هوا، اگر گرمی است ما چی بکنیم، اگر سردی است ما چی بکنیم، اگر در گرمی ما چیزا خود عیار بکنیم، اگر در سردی است داشته باشیم. بعد از اون وضعیت دوست حقیقت ما می باشد، در کدام موقعیت ها می باشد، شرق و شمال و جنوب و غرب، قوت ها در کدام استقامت ها است، کلش برای ما چی باشه باید معلوم باشه. همونطور میریم در مفهوم در اجراعات ما، کدام دلگه ما چی میکنه، کدام بلوک ما چی میکنه، اگر از ارگان های دیگه هم که ما هستند، پلیس هست، ما هست، وظیفه از ما مشخص میشه در این عمل که کدام ارگان چی وظیفه داره. بعد از این در خدمات و تامینات ما رو ببینیم و لوجستیک میریم که پیشتر براتون گفتم که وظیفه‌اش هست آشا و آب و بگیرایی که بر مخابرای ما ضرورت میشه و تخلیه زخمی‌ها و تخلیه اسیرها و این مسائل مربوط از او. تیم انجینری هم که میباشن، اگر ما مینی را کشف میکنیم تیم انجینری است که باید خودتون صاف کنن. تیمای حمایه حکومتی ما انشاءالله داینده میداشته باشیم که تا هنوز کنم اکثر هم تیمای پیاده است که ما شما فعالیت های پیاده داریم. من یقین دارم که در دوام و کندک حمایه ما شما باید توپای بسیار قوی آمده که داینده شاید اگر ما عملیات ها داشته باشیم از دوام استفاده بکنیم که اینی کلش در جز تامینات خدمات ما داریم. و داخل کنمون کمانده و اشاره است، کماندان ها و دلگاه مشرا و کماندان های دوله و کی در کجا وظیفه کی در کجا چی هست رسیدیم به مطلب. کسی سوال نداره دیگر درس همیشه ختم میکنیم. کوشش ما منی است که بسیار فشار آمده از سر مشرای خود در این وقت آوردیم که ما شما تعلیم و تربیه خود باید بالا هر قدر ما عرق در میدان تعلیم بریزانیم خون در میدان مبارزه باز کم. هر قدر ما تعلیم بکنیم در میدان مبارزه فشار بالای خود زیادتر وارد بکنیم. من یقین دارم که در میدان مبارزه هیچ مشکلی ما در هیچ حالت و در هیچ نوع فشار دشمن ما نمی‌داشته باشیم. یعنی مقصد اصلی ما اینمی است که شکر خدا یک جای افتخار است. ما تا تابستان آینده همه مسائل عملیات‌های ما، فعالیت‌های ما، فعالیت‌های ماربری ما مستقل هیچ گونه کمک و همکاری خارجی رو ما شما داخل ساحه میشیم. وقتی که داخل ساحه میشیم همین علاج واقع قبل از وقوع پیش از اینکه ما اونطور مشکلات میشیم باشیم با یقین براتون میگم که ما هیچ گونه تهدیدی از دشمن بر ما واقع ما آمادگی نداشته باشیم و بخصوص در قسمت تعلیم و تربیت نظامی شاید با وجود یک روز ما مشکلات بسیار زیادی رو پیش در قسمت تقوا، در قسمت تعلیم و تربیت، در قسمت پاکسازی سلاح مسلکی شدن در استعمال سلاح که ما شما
هر سلای خودش سلایی که در تشکیل دوله است شروع تا سلای نشنکه و پیکا و اشتابی و هر چیزی که ما داریم چی رقم استعمال میشه خوب مسلکی هم قادر به این باشی که هر سلایی که ما داریم در دوله خود در تشکیل دوله خود هر سرباز ما و هر بریدمن ما بتوان استعمال شد هر آن عملیاتی که میشه حتی سرباز ما گفتم که من در عملیات چی میکنم وظیفه من چی است هر آن فعالیت ما رو بریم ما گزمه ما چک پوینت ما تلاشی ما همه مسائلی که ما شما داریم باید کلگی آگاهی داشته باشیم در طور یک روز که ما داخل عملیات میشیم دیگر اینجا زحمتش هم میکشیم توی ما ثمره و راحت شد میگیریم یه درس خط میکنیم